سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من یه پروژه‌ای دارم روی استیبل دیفیوژن انجام میدم. سعی می‌کنم تو طول راه حالا کم کم تیکاشو به شما بگم که با هم دیگه پیش بریم. چیز جالبی دیدم. توی ویدیو قبلی بابت این صحبت کردیم که چطوری میتونیم یه اینستنس رایگان از استیبل دیفیوژن داشته باشیم. تو این ویدیو می‌خوام راجع به این صحبت کنیم که چطوری یه نسخه از استیبل دیفیوژن رو برای خودمون دیپلوی کنیم که بتونیم حالا به همه چیش دسترسی داشته باشیم. سرویسی که من تو این ویدیو ازش استفاده میکنم که تقریبا همین سرویس رو برای دیپلوی کردن استیبل دیفیوژن پیشنهاد میدن رامپاده. رامپاد یه سرویس سرورلس جی پی یو ابریه. بخوام براتون مثالش رو بزنم، مثلا توی ایران ما ابر لیارا رو داریم، ابر همروش و اینا رو اگر دیده باشین، حتی رابط کاربریاشون و مدل کار کردنش و اینا خیلی شبیه هم دیگه است. شما مثلا فرض کنید که یه دونه اینستنس MySQL لازم دارین، یه دونه انجینیکس لازم دارین، اینا میرین توی همروش و یه دونه میگیم من مثلا اینقدر منابع میخوام براش، یه دکمه میزنین و اون میره براتون دیپلویش میکنه. بعدش میتونین بهش حالا کانکت بشین، هر سرویسی بود. این هم دقیقا مشابه همونه. خیلی هم کار کردن باش راحته. فقط یه مسئله که داره اینه که رایگان نیست و هیچ کردیت رایگانی هم نمیده متاسفانه. یعنی هیچ چیزی نداره که به شما $1 هم حتی خصیصا اعتبار رایگان نمیدن. حداقلش باید $10 شارژش کنین که بشه ازش استفاده کنی، ولی خوبیش اینه که با کریپتو هم میشه شارژش کرد. حالا به هر نحوی از این سرویس های ایرانی مثل ایرانی کارت اینا اگه شارژش کردین که دوستاتون اگه خارج از ایرانه بگین $10 شارژ کنه براتون، با کریپتو از همه راحت تره براشون زدین، فرقی نداره. اکانتتون رو یه $10 شارژ کنین و بریم که من بخشای مختلفش رو براتون توضیح بدم. با دو مدل میتونیم ران کنیم سرویسمون رو. و اینکه بگم من دارم از استیبل دیفیوژن استفاده میکنم و یه کدی دیپ لرنینگ هر چی دارین که روی چیز ران میشه، روی جی پی یو ران میشه، میتونید استفاده کنین از سرویسش. چون براتون بگم که تو پنل کاربریتون اینجا یه قسمت دارین و یه قسمت جی پی یو کلاود دارین و یه قسمت سرورلس هم دارین. اینجا تفاوتاش چیه؟ سکیور کلاود و کامیونیتی کلاود. سکیور کلاود آپ تایم بیشتری داره، بیشتر در دسترسه. اگر یه اپ تجاری دارین درست میکنین که نمیخواین به هیچ وجه اینتراپت بشه، نمیدونم همیشه اویلیبل باشه، اینا از سکیور کلاودش میتونید استفاده کنید. کامیونیتی کلاود یه خورده کمتر اویلیبیلیتی کمتری داره. ببخشید من گوشم سایلنت کنم. و خیلی من تفاوت خاصی ندیدم. لااقل برای کاری که من میخوام بکنم کامیونیتی کلاودش کارم رو راه میندازه و خب قاعدتاً ارزون ترم هست. یه جی پی یو انتخاب کنیم، بذارین که ببینم که RTX 3080 خیلی خوبه، میتونیم اینو برداریم. قیمتش هم که ریت آن دیمندش هم که تقریبا 24 سنت هر ساعتی که بالاست، 8 گیگ رم داره و 6 تا کور سی پی یو، 10 گیگ هم که وی رم داره. سرورلس ها چطوری هستن؟ سرورلس ها وقتیه که شما میخواین یک API داشته باشین، مثلا مثل API استیبل دیفیوژن یا اتوماتیک 1111 داشته باشین. اونطوری میاد به ازای هر ریکوستی پول کم میکنه. اینطوری نیست که ساعتی پول کم کنه. خب بریم که دیپلویمون رو شروع کنیم. اینجا میگه که یه دونه تمپلت انتخاب کن، که تمپلتی که ما استفاده میکنیم همین رانپاد استیبل دیفیوژن. دقیقاً در واقع داریم یه دونه اینستنس داکریشو میگیریم دیگه که روش استیبل دیفیوژن و اون اتوماتیک 1111 یا وب بی آی روش نصبه. آره فقط من یه دقیقه ورژناشو نگاه کنم. اینجا گفته ورژن 10. راستی اینجا میتونید چیز هم تنسرفلو هم میده. چه جالب. بیایم که این استیبل دیفیوژن وب بی آی رو انتخاب کنیم. حالا چند تا گزینه داره که اینجا باید در جریانش باشیم. یکی اینکه ترمینال اکسسه که میتونید مستقیم ماشینتون SSH رو بزنید. فقط مسئلهش اینه که باید مثل گیت هاب باید کلیدتون رو اد کنید براش، که حالا لازم نیست. خودش حالا جلوتر رفتیم میبینیم میتونید دقیقاً اونجا چیز کنید، مستقیم مثل حالت جوپیتر نوتبوکی داره. اونجا یه گزینه داره میتونید همونجا مستقیم با ترمینالش کار کنید.
اگر که دانش برنامه‌نویسی ندارین و این حرفا براتون یه خورده سنگینه و نمیدونید چیه، اشکالی نداره، فقط ویدیو رو دنبال کنید. من اینجا کاستومایزش میکنم که یه خورده چیزشو بیشتر کنم، یه خورده دیسکشون فضاشو یه خورده بیشتر کنم. فکر کنم یه مبلغ کمی هم اضافه میکنه بهش که حالا مهم نیست. فضاشو میذارم 100 گیگ. کانتینرمونم بذارم روی 30 گیگ. فکر میکنم که کافی باشه براش. تنظیمات اوورراید میکنم. جوپیتر نوتبوک هم میخوام داشته باشه و همه چی اوکیه. اینجا یه فاکتوری برای من انجام میده که نرخت حالا یه فکر کنم 4 سنت هم برای چیز داره اضافه میکنه، برای دیسک و نگهداری و اینا. دیپلوی رو میزنم و ثبت میکنم که دیپلوی بشه. یه چند دقیقه طول میکشه، اونم دقیقاً مشابه همه سرویس های سرورلس دیگه. اینجا میتونی لاگاش هم بخونی، لاگ کانتینر هم میتونی بخونی. یه خورده طول میکشه، شاید من مجبور باشم که ویدیو رو پاس کنم دوباره براتون صحبت کنم. A few moments later. سلام دوباره بچه‌ها، من اینستنس هم ران شد. کافی اینجا بزنید رو کانکت. چند تا گزینه اینجا داریم. یکی HTTP سرویس رو داره نشون میده که من کلیک کنم روش خود استیبل دیفیوژن رو باز میکنه. اگر که روی جوپیتر لبش کلیک کنم داره جوپیتر نوتبوکی که مربوط به اینستنس ماست رو نشون میده. خب این که استیبل دیفیوژن هم کنترل نت هم داره. مثلا یه عکس هم جنریت بکنیم. اینجا فکر کنم 2 تا چک پوینت هم خودش داره. اینجا 3 تا داره. خب اینم از این. خب حالا بحث اصلیمون کجا پیش میاد؟ اینجا که چطوری مدل بهش اضافه کنیم. شما لینک مدلتون رو قدم اول باید داشته باشید. تو از هر سایتی که استفاده میکنین، من خودم معمولاً از cvit.ai استفاده میکنم که لینکش رو اونجا براتون میذارم. کافیه که بیایم اینجا توی پوشمون، حالا اینجا بگیم که یه دونه ترمینال برای من باز کن توی همین دایرکتوری دقیقاً. و کافیه که این الان دقیقاً یک کنسول یونیکسیه. هر دستوری اونجا میتونیم ران کنیم. دستور دانلودمون wget اینجا لینک دانلود مدلمون رو میزنیم، ثبت میکنیم دانلود بشه. اینجا فقط کافیه رفرش بکنیم و تو دراپ داونمون مدلمون اضافه میشه. اگرم که با چیز کار کردین، استیبل دیفیوژن لوکال خودتون هم کار کردین، دقیقاً فولدر استراکچرش دقیقاً همونیه که رو کامپیوتر خودتون دارین. خیلی ممنونم که ویدیو رو دنبال میکنین. سابسکرایب یادتون نره. سوال چیزی داشتین تو کامنت ها بپرسین، بریم که مبحث استیبل دیفیوژن رو تو ویدیوهای بعدی ادامه بدیم. خوب و شاد باشین. فعلا خدافظ. One eternity later. سلام بچه‌ها، یه چیزی دوباره یادم رفت، اینو احتمالاً ته ویدیو دارین میبینین. کارتون که با اینستنستون تموم شد، اگر که استاپش بکنید اینجا باعث میشه که فقط پول دیسک رو ازتون بگیره و خیلی کمتر میشه هزینه‌اش. اگرم کامپلت کارتون باش تموم شد، میتونین ماشینتون رو کلاً دیلیتش کنین. اینجا ترمینیت رو اگر بزنید کلاً ترمینیت میشه این کانتینری که رانه. قربونتون، این دفعه واقعا دیگه خدافظ.